و 3 سالگی ورزشم شروع کرده. 8 سال ژیمناستیک کارم کرد. رشته متفاوت تریش فرا کارم کرد، ولی خب به صورت حرفه‌ای 10 ساله که عضو تیم ملی وشام. 2 دانه عناوین جهانی است. اول دانشجویان جهان در ترکیه و سوم المپیک دانشجویان جهان در چین. چون ما همه منطقه کوهستانی زندگی که احساس کردم او منطقه کوهستانی و کرد بونه باعث بود که ما کنشگل جنگجوی باروین. و نظر من کنشگل شاید کنشگل کرد فراتر منا امرشته موفق ترون، چون نترسن جنگجون. و نظر من استقبال فرخاستیه که بین وشو کار کن. پشتکارکی بود که باعث بود مهنابیت یدن قهرمان. هر خانمی که هر جنگ اگر پشتکاری نمی لکار یا لزندگی شخصی یا لزندگی ورزشی، چون بوسه قهرمانی جهان الله سوا از شخصیتی، از اخلاقی و رفتار و منشی، بوسه قهرمانی جهان یه افتخاریه که بو من واقعا اعتماد به نفس پیدا کردم وقتی اشم ناوی جامعه، وقتی اشم شوینه، وقتی اشم مسافرت صحبت لجنوی مثلا یجم جنی من قهرمانی جهانه، اصلا یه حسی فوق العاده است که و نظری من هر پیاده تجربه که عالیه. خب من هم خانه‌دارم هم ورزشکار. و نظر من اگه دو دانه بین تلایک، خب ورزشگاه باعث شادابی فراتر منوی. اصلا باعث که من در آینده افسردگی ندارم، چون واقعا خانمیلی که خانه دارن خب بعضیگان شاید دچار افسردگی بون. و اگر ورزش بکن باعث که اعتماد به نفسی هم شد، طبعا باعث که در آینده نو جامعه جایگاه تریان به